بگو بیاد تو. همیشه عینک میزنی؟ نه همیشه. من گفتم عینکتون رو برداریم؟ بله. ببخشید. نه. میدونید که مرحله آخر ارزیابیتونه. چه ویژگی دارین که فکر میکنید میتونین اینجا استخدام شین؟ خب فکر میکنم طرحی که ارائه دادم میتونه یعنی تاثیرگذاریش. حالا آقا این مال کیه؟ آقا نرسیدم دم کنم. ببرش. تازه دمشه براتون میارم. بفهم. بله. به جزئیات اهمیت میدم. نظم و انضباط برام مهمه. دستمال کسی که اینجا تمیز میکنی؟ آقا درستش میکنم. چقدر زمان میبری برسی اینجا؟ حدوداً 1 ساعت. چیکار میکنی عزیز من؟ جمع کن برو. نمیخواد. جمع کن برو. دلتی که این استخدام کردن. گفتی چند دقیقه؟ 55 دقیقه. اون برم یه تیکی شیشه است. اونجا چپ، سمت چپ. اینجا نه، اون ور نگاه، چپ رو نگاه کن. این ور نگاه نکن، اون ور میگم چپ. دست چپتو بیار بالا. بس کنین آقا. این رفتارتون اصلا درست نیست. صبر کن خانم. اگه دیرتر واکنش نشون داده بودی رد میشون. حالا بفرمایید کارگزینی برای استخدامتون انجام بدید. ایده درست بود. ها؟ نفر خیلی خوب بازی کرد. آل پاچینو یه چای برد بیار. حتما تازه دم.